خب دوستان، با قسمت دوم ویدیو همراه شما هستیم. میبینید که یک برانی پررو، 2 عدد برانی پررو، یک قاشق غذاخوری عسل و مقدار قابل توجهی بیسکویت بهش اضافه کردیم که معلوم نیست. یه مقدار شیر کاکائو اضافه میکنیم در ظرف. بذار من حسن ختام جریان. ببینید دوستان، یک بسته بیسکویت اینجوری باید خالی بشه توش. یه بسته بیسکویت. از خیر این بیسکویت شما باید من خودم یه تعداد گذاشته بودم با چایی بخورم که دیگه گذاشتم. به خاطر چی؟ اینا همش به خاطر خوب در اومدن کاره و این غلظتش حفظ بشه. اینیم که داشته باشیم. خیلی ترکیب زیبا، ترکیب خوشمزه. پیشنهاد میکنم حتما در منزلتون درست کنید این ترکیبو. و بله، این بیسکویت مونده است. بیسکویت از نرفته تا غلظت کار رو من دوباره یک تستی بهش بزنم ببینم که همونی شد که میخواستم. ای دوستان عزیز، همکنون به خنک بنوشید.